چند تا قانون کثیف دنیا رو بهم بگو. این دنیا ناعادلانه است و خیلی‌ها به اون چیزی که لیاقتشو دارن نمیرسن. آره موافقم، بعضیا نامردی میکنن. تو دنیا اول دیده میشی بعد شنیده میشی. یعنی علیرغم اینکه میگن شخصیت و اخلاق مهمترین چیزه، اگر ظاهرت مناسب نباشه در برخورد اولیه کسی تو رو جدی نمیگیره. واو. اگه تو این دنیا فریاد نزنی و حقتو نخوای، دیگران فکر میکنن تو ضعیفی، حتی اگه واقعا اینطور نباشه. در واقع مردم سکوت رو نشانه ضعف میدونن. و از طرفی دنیا پر از هرج و مرج و سر و صداست، بنابراین اگه فریاد نزنی صدات نمیرسه. دفعه بعدی به معلم داد میزنم میگم من نمره اضافه میخوام. بعدی آدم تو وقتی منفعت داری کنارتن. در واقع محبت بدون منفعت بسیار کمیابه. البته خانواده و مادر پدر فکر کنم فرق کنن. آدمای زیادی نیستن که بخوان تو پیشرفت کنی، چون پیشرفت تو یادآور رکود اوناست و بهشون حس بدی میده. بازم به جز خانواده. آدمو دنبال حقیقت نیستن، دنبال یکی ان که باوراشونو تایید کنه. پشمام. تو برای همه آدما قابل جایگزینی. پس اگه خودت هم قدر خودتو ندونی، هیچکی تو این دنیا نمیدونه. و در آخرم این دنیا هیچ چیز به تو بدهکار نیست. حتی اگه خیلی محبت کرده باشی و زحمت کشیده باشی. دیگه به دنیا مثل قبل نمیتونم نگاه کنم.